بریم سراغ مبحث بعدی خودمون. مبحث بعدی استفاده از کانال‌های فیبوناچی است یا فیبوچنل. در کشیدن کانال‌ها ما یاد گرفتیم که کانال‌هایی رو ترسیم کنیم و با برخورد سقف و کف عرضم بزرگتون که استفاده هایی رو ببریم. به این شکل می اومدیم و کانالی رو ترسیم میکردیم. درسته؟ با برخورد هایی که داشت میتونستیم کانال مد نظرمون رو ترسیم کنیم. به این شکل میتونستیم بگیم اینجا یک کاناله و اینجا اومده شکسته، پول بک زده و قراره به انتهای این کانال حرکت کنیم. مثال دارم. یک چنلی هم دارید، یک کانالی هم دارید شما به نام کانال فیبوناچی که در این قسمت هست. شما میاد انتهای ابزارهای تکنیکال که فیبوناچی و غیره رو رسم کردید، فیبوچنل رو اینجا نوشته که شما کلیک میکنید. شما با کلیک کردن روی فیبوچنل میاد هم به شما یک کانال میده، درست شد، هم به شما یک کانال میده و هم میاد چه کار میکنه؟ عرضم به حضورتون که درصدهای فیبوناچی هم برای شما مشخص میکنه. مثال شما میتونید بگید اینجا صفر، من ببین من نبردم اینو دیگه بذارم اینجا، میام یک صفر دارم یه یک دارم، درسته؟ صفر و یک من میشه کف و سقف کانال من. خب کف و سقف کانال خودم رو که ترسیم کردم میام میبینم که خب نوساناتی که اینجا داده روی نمودار داده بر اساس کدوم ترازهای فیبوناچی بوده، یا اگر قرار باشه این کانال من بشکنه تا چه ترازی امکان داره که رشد کنه. من اینو میرم تایم هفتگی یک کانال براش رسم کنیم. من از هیکلشی هم میام بیرون. ببینید از حالت عملکردی خارج شده. ببینید اینو دارم عرض میکنم، نمودارتون امکان داره به هم بریزی با هیکلشی. شما از حالت عملکردی که خارج شدید دوباره میرید بدون تعدیل، دوباره برمیگردید روی عملکردی تا نمودار شما درست بشه. خب ببینید من این کانال عادی رو دارم، درسته؟ من این کانال عادی رو دارم، اینو حذفش میکنم و فیبوچنل رو روی نمودار خودم رسم میکنم. ایمیل رو هم پاک میکنم، اینا رو هم برمیدارم. خب یه فیبوچنل ما اینجا ترسیم کنیم به این شکل. من ابتدا کف کانال خودم رو ترسیم میکنم. ببین این که میفرمایند بعضی ها به چه شکلی ما بیایم و کانال ترسیم کنیم، آیا این نقطه رو در نظر بگیریم یا این نقطه رو، این همون مبحث هنر استفاده از ارزم به حضورتون که علمه. درست شد؟ شما این علم رو آموختید که کانال رو به شکلی ترسیم کنید که بیشترین برخورد با کف، با میدلاین و سقف رو داشته باشید. درسته؟ خب پس شما دیگه اینجا باید هنر خودتون نشون بدید. اینجا باید هنر خودتون نشون بدید که چطور باید کانال رو رسم کنید. آیا بیای کانال رو به این شکل رسم کنید؟ این درسته برای شما؟ مثال دارم عرض میکنم. یا نه بیای و کانال خودتون رو به این شکل رسم کنید. درسته؟ پس این میشه استفاده از اون علم. این هنر استفاده از اون علمه که شما نشون میدید به مخاطب خودتون که چطور از این عرضم به حضورتون که علمی که آموختید دارید استفاده میکنید. این همیشه بین تحلیلگرها سوال بوده، آیا این کانال من درسته یا این کانال من درسته؟ پس هنر شما چی رو میگه؟ هنر شما میگه اون قسمت، اون کانالی رو بررسی کن و مورد ارزیابی قرار بده که بیشترین برخورد رو داشته باشه. شما وقتی میبینید در این قسمت نمودار یک برخورد اینجا داری، یک برخورد اینجا داری و یک برخورد اینجا داری با فاصله زمانی کم، قطعا اینها رو باید بررسی کنید. دلیلی نداره شما برید این کف رو چون کفه بررسی کنید. نه چرا این کف رو بررسی نمی کنم؟ چرا اونی که این کف رو بررسی میکنه اشتباه انجام میده؟ دلیل اولش اینه که فاصله زمانی بسیار زیادی است بین پیوت دوم تا پیوت اول. این یک. دو،
در این قسمت که سال 87 86 بوده اصلا بازار بورس پویا نبوده، آنچنان خرید و فروشی انجام نمی‌شده که ما بخوایم حرکات اون رو ملاک قرار بدیم. ببینید کندل های اصلا عجیب غریبی هم اینجا خورده. پس بهتره بیایم تایم نزدیکتر رو بررسی کنیم که برخوردهای بهتری هم به ما میده. درست شد؟ پس دیگه اصلا از کسی سوال نکنید که آیا این کانال من درسته یا این کانال من درسته. این هنر شماست. هنر شما میگه اون کانالی رو انتخاب کن که بیشترین برخورد رو با کف و سقف بکنه. اصلا شما به طور چشمی هم شما نگاه کنید میبینید سقف ها با یک نسبت خیلی خوبی از هم قرار گرفتن و کف ها هم با یک نسبت خوبی از هم قرار گرفتن. پس من اینو بررسی میکنم، هیچ موقع نمیرم اینو بررسی کنم چون فاصله زمانی زیادی هم داره. خب من این کانال رو هم حذف میکنم و یک کانال فیبوناچی یا فیبو چنل هم اینجا رسم میکنم. خب من کلیک میکنم، ابتدا کف کانال خودم رو ترسیم میکنم. ببینید من اینجا رو ترسیم میکنم، بعد از اون میام میکشم اینجا. چرا؟ یه چشم من اینجا هم داره میبینه، اینجا هم یه اتفاقایی افتاده، ولی چون نمیشه استناد کرد از این پیوت استفاده میکنم. از این پیوت استفاده میکنم، میکشم به این پیوت طوری که این پیوت رو هم در نظر بگیرم. نمیام از کف این بندازم این دیگه در نظر گرفته نشه، طوری که این پیوت رو هم در نظر بگیرم. چرا؟ چون حرکات اینجا قطعاً بر اساس این خط روند بوده. ببینید بر اساس این خط روند بوده، پس شکستی که اینجا انجام شده رو میشه نادیده گرفت. پس میام جوری کانال خودم رو ترسیم میکنم که هر دو پیوت رو هم مورد بررسی قرار بده و بعد میام نقطه صد خودم رو ترسیم میکنم. درست شد؟ این شد یک فیبو چنل. من برم تو تنظیمات درصدهای میانی اون رو حذف کنم. ما با اینا کاری نداریم. حالا بعداً خواستید اینا رو میتونید درصدهاشو بزنید یا هر درصدی که خودتون خواستید هم میتونید اینجا وارد کنید. 3 و 618 2 و 618 یا هر درصد دیگه. خب من میام کانال خودم رو میکشم به این شکل، ببینم تا کجا میتونم ادامه بدم، به این شکل، و بعد این رو هم به همون شکل میکشم عقب. خب 50 رو گذاشتم بمونه. چرا گذاشتم 50 رو بمونه؟ 50 برای من شد یک میدلاین دیگه، درسته؟ 50 شد برای من میدلاین. آقای بعد اینجا یه دونه کندل اومده بالا، اشکالی نداره. اینجا یک بریک اوت یا یک شکسته چی بوده؟ نامعتبر بوده. ببینید اینجا اومده بشکنه، نتونسته، یه ایونینگ استار زده و برگشته. پس شکست‌های کوچیک رو میتونیم در نظر نگیریم. یک شکست کوچیک رو در نظر نگیرید بهتر از اینه که یک پیوت رو در نظر نگیرید. درست شد؟ شما این خطتون اعتبارش بیشتر میشه وقتی 3 تا پیوت در اون دارید. اینا همه هنر شماست، هنر بررسی شماست، اینکه علمی که آموختید رو چطور بررسی کنید. خب میان و بعد از اون فیبو چنل میاد ترازهایی رو بر اساس این 1 و 0 به شما میده. درست شد؟ میاد ترازهایی رو بر اساس این 1 و 0 به شما میده. من میرم توی تنظیمات مثال 1 و 618 رو دارم، 1 و 27 رو هم میخوام داشته باشم. 1 و 27 رو پیدا کنم، این 1 و 27 1 و 27 رو هم ترسیم کردم. 1 و 13 نمیخواد، اون دیگه خیلی نزدیکه. میرم بررسی میکنم. ببین این کانال کلی من، چون میخوام برم به تایم اصلی خودم برم. این کانال کلی من 1 برخورد، 2 برخورد، 3 برخورد، 4 5 6. پس این کانال معتبری. حالا این که کانال معتبریه برمیگردیم به اون اصول تکنیکالی که عرض کردیم. وقتی یک سقف تاریخی شکسته میشه منتظر یک انفجار باش. وقتی یک سقف تاریخی شکسته میشه منتظر یک انفجار باش. شما توی بکام ببینید چه اتفاقی براش افتاد، توی ولیز ببینید، اینا همه سیگنال های ما بود دیگه. وقتی سقف تاریخی رو میشکنه اصلا یک فشار خرید عجیب. شما کی متوجه میشدید یا کی فکر میکردید که ولیز 200 تومانی بشه 2000 تومان؟ ببینید اگر شما یک سقف تاریخی برای این در نظر بگیرید، همین میدلاین این میتونه باشه یک سقف تاریخی. درسته؟ ببینید من اینو میگیشم از سال 88 دیگه که این پیوت رو زده، اینجا میتونه باشه یک سقف تاریخی.
اینجا یه برخورد داشته، اینجا دو برخورد داشته، درسته؟ اینجا که برخورد داشته چرا برخورد داشته؟ یک پیوت قبلی اینجا داشته، درسته؟ اینجا یه پیوت قبلی داشته، اومده برخورد کرده، حرکت رو به پایین، اومده دوباره به این برخورد کرده، این شده سقف تاریخی من. اینجا که شکسته کمی استراحت کرده، این استراحت همراه بوده با جمع آوری و بعد ببینید چه رشدی کرده، چند درصد سود داده تا به همینجا 350% رشد داشته، 380% رشد داشته. پس شکست یک سقف تاریخی میتونه یک موج ایمپالس قوی رو بزنه. یا مثال برید شما سهم ولیز رو نگاه بکنید. خیلی ها میگن زمانی که به کف رسید یک موقعیت خریده. بله، زمانی که به کف رسید یک موقعیت خریده، ولی زمانی که سقف تاریخی شکسته میشه اون دیگه یک موقعیت بسیار معتبرتر و قوی‌تر هست. شما ببینید ولیز رو با هم بررسی بکنید. این یک کانال بلند مدت میتونه باشه برای ولیز. اینجا که سقف تاریخی اون که این خط باشه شکسته شده، ببینید چه رشد شارپی رو داشته. ببینید سهم رو چه رشد شارپی داشته. از همینجا که سقف تاریخی شکسته شده شما بررسی کنید ببینید چند درصد شده. سقف تاریخی باعث میشه حجم معاملات سنگینی به طرف سهمیه 260%. حجم معاملات رو دقت کنید. بعد از شکست ببینید چه حجمی خورده. حجم گذشته‌شو ببینید، حجم اینجا رو ببینید. بعد از شکست سقف‌های تاریخی منتظر حجم‌های سنگین با رشدهای فوق‌العاده و سریع باشید. خب اینم از سهم ولیز. بریم راجع به چی داشتیم صحبت می‌کردیم؟ بله، بریم نزدیک چارت بشیم، یعنی نزدیک تایم روزانه خودمون. ببینید اینجا خورده به 100%، اصلاح کرده، دوباره به 50% یا میدلاین خودش. اینجا چرا اصلاح کرده؟ بعد از شکستی که انجام داده، شکست اون نقطه 100% خودش این سبزه بوده دیگه، درسته؟ این سبز خودش 100% رو شکسته، فاصله گرفته، به 1.27 واکنش نشون داده. ببینید 1.27 واکنش نشون داده، اومده پایین، دوباره حرکت میکنه، به این واکنش نشون میده، میاد پایین. این چیه؟ 1.618. دوباره میتونه اگر از 500 تومان که یک عدد روندی هست که از طریق فیبوناچی و امواج الیوت به دست آوردیم، میتونه تا محدوده 650 تومان هم حرکت کنه. پس از فیبو چنل هم میتونید در چنل های خودتون استفاده کنید در نمودارهای مختلف. حالا من بهمن رو هم یک بررسی بکنیم با هم. ببینیم فیبو چنل چیزی به ما میده. دیگه من اینا رو در نظر نمیگیرم، اصلا حرکاتی غیر منطقی غیر تکنیکالی من دیگه اینجا رو در نظر نمیگیرم. میام چارت خودم رو جمع میکنم، یک فیبو چنل میندازم، ببینم به کدوم قسمت ها واکنش نشون داده. خب اینو من ادامه میدم تا اینجا. این هم میشه 100% من. دیدید ابتدا از این پیوت استفاده کردم ولی کشیدم عقب ببینم دیگه کجا میتونم استفاده کنم. ببین برخوردهای میدلاین هم خیلی مهمه. ببینید برخورد میدلاین هر چقدر زیاد باشه به شما میگه که این کانال رو شناختن، اهالی بازار، تریدرها این کانال شما رو شناختن و بر اساس این کانال دارن واکنش نشون میدن. یک برخورد، دو برخورد، سه برخورد، 4 برخورد، حرکت در میدلاین خودش، 5 برخورد، دوباره اومده 6 برخورد، اینجا با میدلاین 7 برخورد، اینجا میدلاین رو شکست کردم ولی کشیدم عقب ببینم دیگه کجا میتونم
استفاده کنم. ببین برخوردهای میدلاین هم خیلی مهمه. ببینید برخورد میدلاین هر چقدر زیاد باشه به شما میگه که این کانال رو شناختن، اهالی بازار، تریدرها این کانال شما رو شناختن و بر اساس این کانال دارن واکنش نشون میدن. 1 برخورد، 2 برخورد، 3 برخورد، 4 برخورد، حرکت در میدلاین خودش، 5 برخورد، دوباره اومده 6 برخورد، اینجا با میدلاین 7 برخورد، اینجا میدلاین رو شکسته حرکت کرده رو به بالا و بعد میتونه به ترازهای فیبوناچی خودش واکنش نشون بده. مثال اینجا اومده از 1.27 عبور کرده، 1 پول بک زده، الان میخواد بره تا 1.618. میتونیم یک هدف در این قسمت قرار بدیم. حالا الان فرصت نیست، ولی میرید شما با استفاده از همین فیبو چنل میاید و پروجکشن هم رسم میکنید و اون نقطه که همپوشانی داشت با فیبو چنل خودتون اون رو یک هدف معتبر برای خودتون ترسیم میکنید. خب اینم از فیبو چنل.